میریم یک دانشگاه بزرگ فرانسه، اگر در بالای درش نوشته که دانش قدرت است. میگه که بینید فیلسوف عصر 20 ما گفته است که دانش قدرت است. ما ایره در بالای دانشگاه نوشتیم. همین گفت بزرگترین سخن. با من گفتن که همین در ما 1000 سال پیش بود. توانا بود هر کی دانا بود. همین که توانا این قدرت است به زبان تاجیک، قدرت به عربی. توانا بود هر کی دانا بود. همین تزیسه ما 1000 سال پیش داشتیم، ولی همه هیئت ما چه سخنی بزرگ گفته، این آدمی بزرگ آنا گپ با میگردن طرف ما آنا گپ ولی این گپ 1000 سال در فرنگی تو بود آخه، اما چون نمیدونیم میگیم آنا گپ. ما در اون سطح تمدن خودمون نیستیم. احیای تاریخی تاجیکان. احیای تاریخی تاجیکان چی معنی دارد؟ ما بودیم، ما اینجا نرفتیم، ولی امین سالی 91-92 سالهای اولی استقلال بسیار ارزشایی که امروز هم خیلی عادی گپ میزنیم ما نمیدونستیم. بنابراین ما در پشت سرمون یک تمدنی بزرگ اما عملا از او بریده شده بودیم. برای همین یکی از سیاست‌هایی که در همین دوره شد بازگشت یا پیوندی مردم با اون تمدنی بزرگ و در نتیجه شما بینید یک سلسله جشن‌ها شد. جشنی مثلا 3 نمود جشن داریم. یکم جشن شخصیت‌ها، میگیم 1000 سالگی فردوسی، 1300 سالگی امام اعظم، از امام بخاری، میم 1000 سالگی ناصر خسرو، 800 سالگی مولانا، از کمال خوجندی، جومی. ما به جهانی قدر بزرگوها هدیه کردیم. اینا بزرگترین سرمایه ما، اینا سهم ملت ما در تمدن جهانی هستند. شما ببینید که در نزد بنای یونسکو یک هیکل است که 4 بزرگ جهان نام دارد، 4 بزرگ تمدن جهان به 4 طرف نگاه دارد. هر 4ش تاجیک است. زکریا رازی هست، ابن سینا هست، خیام هست، بیرونی هست. یعنی 4 تاجیک همونجا شنونده است. هیکلش گفته است که 4 بزرگ تمدن جهانی. واقعا همین گونه است. یا که میگیم شهرها، دوم نمود شهرها، 3000 سالگی حصار، 2700 سالگی کلوب، 5500 سالگی سرازم. همینو جشن میگیرن هر سال با اثرهای. مثلا میگفتن که سیمپوزیوم نوروز، سیمپوزیوم 6 مقام، سیمپوزیوم فلک، کنفرانس این، همه همین یک هدف داشتند. یعنی انمی مردم، نسل امروزی مردم را، حالا ما خلق تاجیک میگیم به طور ابسترکت، همین در تمام تاریخ هم مفهوم است، لیکن نسل امروزی همین تاجیکان با نمو تمدن بزرگ دیگه پیوند نداشت. شما نطقای سال 94 را بینید، درباره نوروز گپ میزنیم باید اول فهمونم که این چیست. درباره صدق گپ بزنیم باید فهمونیم این چیست. درباره امام اعظم گپ بزنیم اول گیم این کیست. یعنی ما گویا که دوباره تولد شدیم همچون ملت، دوباره همون افتخارامون برگردوندیم. و این چرا لازم است؟ برای این لازم است که اگر ملت همون خودش دوامی همون تمدن احساس کند. حاضر ما دیدیم چی خیلی گفتیم، انمون درفش کاویانی آور در پرچم پرزیدنت زدن. یعنی که ما دوامی همو تمدنیم، ما صاحبی همی تمدنیم. این بسیار مهم است، زیرا ما باید احساس کنیم که ما یگان ملتی بیریشه نیستیم، ما یگان ملتی نوپیدا نیستیم، ما دوامی همو تمدن 1000 ساله، چند هزار ساله ایم. این بسیار مهم بود که نامش در علم سیاست میشه اعتماد ملی را احیا کند، خودباوری ملی را با وجود بیارد. زیرا آدم اگر داند که در پشت یک تمدن است، هم موقعش دیگر میشه، هم رفتارش دیگر میشه، هم جهان بینیش، هم مناسبتش با عالم. این همی معرکه ها دم روه یکان کس بچه یکان ایشان با آدمی کلام باشه، حالا مناسبت با او دیگر است. او هم خودش احساس میکنه که من فرزندی فلانی. همین
یا که مردمی منطقه مرکز و جنوب اگر خفه کنی چی میگن؟ ای بچه من بچه جایره نیستم ده تو. یعنی که بچه جایره معناش این که به اصل و نسب. هم خیلی به اصل و نسب نیست، من فرزندی آدمای بزرگ. بنابراین ما اگر خیلی به زبانی بگیم یعنی که ما میخواستیم بگیم که تاجیکا بچه جایره نیست، این تمدنی 1000 ساله 10,000 ساله پشتش است، 7,000 ساله پشتش است. این پیوندی ما با همین تمدن بسیار مهم بود و این بسیار مهم است. ولی اگر وقتی ما نمیدونیم بعد شیفته هر چی بشیم. ما یک بار سفر فرانسه رفته بودیم، این نمیدونم 2002 بود چند بود، میریم یک دانشگاه بزرگ فرانسه، اگر در بالای درش نوشته است که دانش قدرت است. بعد همه رئیس میسه او میگه که بینید فیلسوف عصری 20 ما گفته است که دانش قدرت است، ما را در بالای دانشگاه نوشتیم. همین گفت بزرگترین سخن. با من گفتن که همین در ما 1000 سال پیش بود. توانا بود هر کی دانا بود. همین که توانا این قدرت است به زبان تاجیک، قدرت به عربی. توانا بود هر کی دانا بود. همین تزیسه ما 1000 سال پیش داشتیم، ولی همه هیئت ما چه سخنی بزرگ گفته، این آدمی بزرگ آنا گپ با میگردن طرف ما آنا گپ ولی این گپ 1000 سال در فرنگی تو بود آخه، اما چون نمیدونیم میگیم آنا گپ. یا که اگان بازم ده میشینه بازمای دیپلماتی ده و مثلا از یگان تفکر خود از یگان چه تمدن خود مثال میاره. ما وقتی که از خیام و از سعدی و حافظ و مولانا رومی و میگویم وای هیچ کس چیزی نداره در برابرش گذاره، ولی متاسفانه ما خودمون با اون مسلح نیستیم. ما حاضر امو فرزندی امو تمدن بودم اون رو حالی پورا برقرار نکردیم. حاضر ما در اون سطح تمدنی خودمون نیستیم. تمدنی ما در کتاب در موزه اساساً استاده است، در کتابخانه. بنابراین بعضی رفتارهایی که میشه در جامعه هیچ به همون بچه ایشانزاده بودن مانند نیست. بنابراین یعنی مهمی یعنی احیای تاجیکان همچون واحدی فرهنگی سیاسی امین در نظر دارم. وگرنه بعضی مقاله ها در همین فضای اجتماعی هستند که یک سیاست تاریخ گرا، یک سیاست ادبیات گرا داریم چین اینا تنقید میکنن. یکی معناش این نیست که تاریخ گراست، معناش این بود که پیوند نسل امروز رو با همون تمدن بزرگ برقرار کند و همین که برقرار شد الان که خودش کار میکند، همچه ارزش کار میکند.